ما داعی باشیم، قاضی نباشیم، حق نداریم قضاوت کنیم بنده های خدا رو. این که جهنمیه، کی گفته این جهنمیه؟ تو رو خدا نفرستاده قضاوت کنی، داوری کنی کی جنتیه کی جهنمیه. تو خود مطمئن شدی از همه چیز. هستن هم الان کسایی که جلوتر از در مسجد میرن بیرون کفشا رو صف بندی میکنن، اینا جنتی اینا جهنمی. یا الله، 4 تا نماز خونده، ذکر و تسبیح کرده و کجا رسیده؟ خیلی بده. ما حق نداریم دیگران رو چون داریم به طرف امر خیر دعوت میدیم احساس کنیم از اونا برتریم. نخیر. گناه رو بد بدونیم اما خود شخص رو بد ندونیم. مادر وقتی بچه‌ش رو ناپاک میبینه چیکار میکنه؟ بچه‌ش رو میده تو سطل آشغال، با بچه‌ش قهر میکنه، میگه این دیگه به درد نمیخوره، خودش کثیف کرده. نه، چیکار میکنه؟ اون کثافت و گندگی بچه رو بد میدونه، تلاش میکنه تا اونها حتی امکان به خودش، به بدنش، به لباسش نرسه، تمیز کنه بچه رو. در این حال به محضی که بچه رو تمیز کرد چیکار میکنه؟ بغل میکنه، میبوسه، رو چشماش میذاره. اونی که گناهکاره گناهش بده، از گناهش نفرت کردن علامت ایمانه، اما از خودش حق نداری نفرت کنی. هر مسلمان ولی الله ولی الذین آمنوا، یه ولایت خاصه هر اهل ایمان با خدا داره. هر کس شهادتین گفته، اعمالش هر چی میخواد باشه، او یک درجه ای از ولایت و دوستی خدا صرف با گفتن شهادتین داره، ولی خداست.